این ویدیو مخصوص کساییه که هم میخوان تو دبی خونه بخرن ولی همزمان با توجه به شرایط ارزی نگرانن که شاید برای پرداختی ها به مشکل بخورن. تو دبی پروژه و پرداختی 1% داریم ولی 0.5% هم هست. 0.5% واقعی، یا نه اینکه مثلا 6 تا 0.5% بدی و بعد یهو تو ماه ششم 5%، دوباره 6 تا 0.5%، یه 5%، اینجوری نه. خوب به این دوتا پروژه دقت کنید که معرفی میکنم که البته پروژه دوم فیوریت خودمه تا روز قیامت. اولین پروژه از یه سازنده درجه یک هست که اولا تا آخر این ماه سپتامبر 25% تخفیف گذاشتن و قیمتش الان کمترین قیمت ممکن در اون منطقه هستش، یعنی هر مترش 75 میلیون از کمترین قیمت موجود توی اون لوکیشن که خود لوکیشنش بالاترین تعداد معاملات در کل شهر دبی رو داشته ارزون تره. حالا شاید پرداختش چطوره؟ اولا الان استدیو یک خواب و 2 خواب موجوده. یه واحد استدیو رو با 30% پیش پرداخت میخریم که قیمت کلش میشه 750,000 درهم و تا 25 ماه ماهیانه فقط 0.5% میدیم که میشه حدود 3750 درهم، معادل 105 میلیون تومان تقریبا ماهیانه. روز تحویل که میشه آخر سال 2027 یه 27% میدیم و الباقی که میمونه 30% میشه اقساط ماهیانه 1% بعد تحویل که اگر برای سرمایه گذاری میخواید ما میتونیم حدود 20% از این 30% رو از محل اجاره دادن خود ملک در بیاریم و یک کمک قابل توجهیه برای پرداخت اقساطش به شما. پس 3 تا پوینت اصلی این پروژه چیه؟ 1. قیمت بسیار عالی الانش. 2. شرایط پرداخت فوق‌العاده منعطف و راحتش، دیگه ماهی 100 میلیون که قابل توجهیه برای پرداخت اقساطش به شما. پس 3 تا پوینت اصلی این پروژه چیه؟ 1. قیمت بسیار عالی الانش. 2. شرایط پرداخت فوق‌العاده منعطف و راحتش، دیگه ماهی 100 میلیون تومان تا 2 سال دیگه یه عددیه که همه میتونن پرداخت کنن و تو این 2 سال یه برنامه بچینن برای الباقیش، مثلا اگه ملکی برای فروش دارن یا کاری میخوان انجام بدن بدون فشار مالی این اتفاق براشون بیفته. و نکته سومش هم اینه که لوکیشن بسیار بسیار جذاب و درجه یک داریم میخریم. اما بریم سراغ گزینه مورد علاقه خودم که اگر از این خوشتون بیاد که محال نیاد باید خیلی سریع دست بجنبونید چون واحد محدودم و شرایطش خارق‌العاده است از چند جهت. 1. لوکیشن بسیار عالی ارجان دبی سای اسپان، دسترسیش فوق‌العاده محشره، منطقه در حال توسعه، چشم‌اندازهای عالی این پروژه بهمون میده، نزدیک به مدرسه‌های درجه‌ای که مثل جیمز، یه فاصله مثلا شاید 1000 متری 1500 متری با بیمارستان آمریکایی‌ها داره، پارک گل‌ها و خیلی چیزهای دیگه. اما شرایط پرداخت چیه؟ خب اول ما یه 20% پیش پرداخت میدیم، هر 5 ماه 3%. یعنی این پروژه باب کاسباست. اگر یه ما خدایی نکرده کاسبیشون اونطوری که مد نظرشون بود به قول معروف خدایی نکرده جلو نرفت، تحت فشار نیستن و میدونن که 5 ماه زمان دارن برای پرداخت هر قسطشون و تا 25 ماه این مدلی قسط پرداخت میکنن که میشه 5 تا پرداختی 3% تو هر 5 ماه. بعد 25 ماه میان خونه رو به ما تحویل میدن و ما یه 25% دیگه پرداخت میکنیم. جمعش تا زمان تحویل میشه 60%. میمونه 40% دیگه که میشه اقساط بعد از تحویل ماهی 1% که تماما از محل اجاره من این رو برای شما ساپورت میکنم و دیگه بعد از تحویل اصلا دیگه نیازی نیست شما مبلغی رو پرداخت کنید. یعنی عملاً با پر کردن 60% از تحویل اصلا دیگه نیازی نیست شما مبلغی رو پرداخت کنید. یعنی عملاً با پر کردن 60% انگار کل پولش رو دادید. تازه خونه فول فرنیشه، خونه فول اسمارت، سازنده اماراتیه و نکته اصلی بی نهایت مهم و جذاب اینه که دقیقاً چسبیده به این پروژه خط صورتی مترو یک ایستگاه داره که از توی ساختمون به مترو یه حالت تونل مانند میزنن که ما این رو فقط برای متروی منطقه دانتاون و دبی مال داشتیم تا امروز. اینجا آخر 2027 بهمون تحویل میشه و اول 2028 ایستگاه مترو میاد و خود این یه 50% افزایش سرمایه رو در کمترین حالت ممکن برای این ملک داره. در شرایطی که اگر یه پروژه تو دبی بتونه فقط به شما 10 تا 15% سود بده، میگن این گزینه فوق العاده مناسبیه برای سرمایه‌گذاری،
با خرید توی این آپارتمان یه 40% اقساط بعد از تحویلش رو که میتونیم اجاره بدیم و رایگان میشه عملا برامون و یه 50% افزایش سرمایه بابت مترو داریم و به فرض اینکه تا اون موقع رو خود ملک هیچی نره که البته فرض محالی هستش 90% سود سرمایه گذاری داشتیم، اونم با شرایط اقساط 5 ماهی 3%. بذارین یه مثال بزنم. ما یه استودیو می‌خریم 840,000 درهم، تا زمان تحویل فقط ما حدود 500,000 درهمش رو دادیم، اونم با اقساطی که در میاد برای ما 140 میلیون و هر 5 ماه یک بار هم باید بدیم و چی گیرمون میاد با 500,000 درهم؟ یه ملکی که ارزشش شده 1,260,000 درهم در کمترین حالت ممکن. یعنی ما افزایش خود ملک در شهر دبی که الان بین ماهی 1 تا 3% رو اصلا محاسبه نکردیم و فقط پارامتر مربوط به مترو و 40% اقساط بعد از تحویل رو در نظر گرفتیم. حالا اگه کسی تونست اینطوری برات بخره و یه ملکی رو این مدلی برات بگیره، قطعا